چی میشه اگه کسی که باید ازت محافظت بکنه خودش بشه بزرگترین تهدیدت؟ سریال در اکس داستان دختریه که زخم‌های کودکی درمان نشدهش ازش یه آدم سنگدل میسازن که از همه چیز به نفع خودش استفاده میکنه. این سریال محصول کره جنوبیه و اسم فارسیش ایکس عزیزه. 12 قسمت داره و پنجشنبه‌ها پخش میشه. یکی از بازیگران نقش اصلیش نیو جونگه که تو سریال شیطان من هم دیدیم که با بازی درخشانش کلی سر و صدا به پا کرد. داستان درباره دختریه به نام آجین که تو خانواده‌ای پر از خشونت بزرگ میشه. مادری که دائم مست میکنه و کتکش میزنه و پدری که به جای دفاع فقط سکوت میکنه. ولی اتفاقی میفته که زندگی آجین رو تغییر میده. داستان میاد به زمان حال، جایی که اون یه سوپر استار شناخته شده ولی انگار تروماهای بچگیش هنوزم باهاشه و روی روانش تاثیرگذار بوده و مسیرش رو از یه قربانی تبدیل کرده به کسی که حالا کنترل زندگی اطرافیانش رو در دست میگیره و از هر روشی برای رسیدن به اهدافش استفاده میکنه. باز فلشبک داریم به گذشته، ولی این بار به دوران دبیرستانش. اونجا فیلم ما رو با 2 شخصیت پسر آشنا میکنه که یکی از اونها قلدر مدرسه است و یکی هم درس خونترین شاگرد کلاسه. گویا هر دوتای این پسرا روی این دختر کراش دارن و این هم نامردی نمیکنه و از هر دوتاشون سوء استفاده میکنه تا دشمناشو زمین بزنه. اون بدبختا هم فکر میکنن که این عاشقشونه. به صورت کلی من توی قسمت اول ارتباط کاملی با شخصیت‌ها نگرفتم و هنوز خیلی چیزا برام مجهوله، ولی این میتونه باعث تعلیق هم بشه که ما داستان رو دنبال کنیم. داستان تقریبا میشه گفت که حرفی برای گفتن داره، البته که در ژانر دبیرستانی و همین تروماهای کودکی خیلی فیلم و سریال توی سینمای کره داریم، اما امیدوارم که این سریال با یه نوآوری بتونه خودش رو از بقیه متمایز کنه. فیلم برداری ها خوبه، صحنه ها خوب در اومدن. من سکانس خاطرات رباور کودکیش و صحنه‌ای که درخشش و محبوبیت آجین رو روی فرش قرمز نشون میده خیلی دوست داشتم. انگار که کارگردان میخواد یه تضادی از گذشته و آیندهش رو نشون بده که کاملا ملموسه و مخاطب میتونه باهاش همزاد پنداری کنه. و حالا میرسیم به این سوال که آیا ببینیمش یا نه؟ به نظر من بله، سریالیه که میشه به خاطر بازیگری خوب بازیگرها هم که شده بهش فرصت داد تا خودش رو ثابت کنه. از اون سریال ها نیست که بخوام اینقدر سریع درافش کنم. من قسمت های بعدیش رو فعلا ندیدم. شما اگر دیدین لطفا نظرتون رو بدون اسپویل بگین تا بقیه هم استفاده کنن. امیدوارم انقدر خوب باشه که دوباره بیایم و درباره‌اش حرف بزنیم.